سلام، به ویدیو خیلی خوش اومدیم. ما یک دستگاه دیویدی پلیر مانیتوردار یا هم پورتابل داریم که من یه سری دیسک پرشن یک دارم، بازی های پرشن یکه که میخوایم رو تست کنیم ببینیم آیا اینا رو میتونه اجرا کنه یا نه. و خب همینجور که میدونید یا شاید هم ندونید، دیسکای پرشن یک بازی هن که وقتی بزنیم داخل پرشن یک بازی برام اجرا میکنه و میخوایم بذاریمش حالا این دفعه توی دیویدی پلیر و ببینیم که آیا تو دیویدی پلیر بذاریم چی میشه. و خب ما الان اینجا یک بازی داریم، بازی دام. میخوام اینو بذارم ببینیم که آهنگ اجرا میکنه یا نه، یا نمیدونم حالا هم ممکنه آهنگش رو اجرا کنه، ممکنه عکس بالا بیاره یا ممکنه بازیش بالا بیاره. احتمال نمیدم بازی بیاره بالا چون این بازی پرشن یکه و اصلا ربطی به دیویدی نداره. و بریم ببینیم که چه اتفاقی میافته. اینم لنزشه، اینم خود دیویدی مونه و بریم ببینیم که چی میشه. و ما اینو الان قرار دادیم و باید منتظر شیم که چی میشه. بله ما انگاری که آهنگ اجرا برای ما آهنگ اجرا کرد و از سرچ کم کنم برای ما آهنگ اجرا کرد و نشون میده که فقط میتونه آهنگ بازی رو اجرا کنه و فقط آهنگ رو شناخته. 7 آهنگ شناخته و رو آهنگ 2 و زیاد جالب نبود. بریم یه دیسک دیگه امتحان کنیم، کراش تیم ریسینگ یا هم کراش ماشینی معروف خودمون، بهترین بازی پرشن یکی به نظر من. ببینیم اینو چیکار میکنه برامون. بله کلن میگه که this device is empty، میگه که کلا خالیه و چیز انگاری نیست و حتی آهنگش هم برامون نشناخت و اینی که خیلی جالب بود، واقعا هیچیش هم نشناخت. و از ویدیو نتیجه میگیریم که اگه دیسک پرشن یک رو داخل یک دیویدی پلیر، حالا ربطی نداره که مانیتور داریم یا نه، تو هر دیویدی پلیری بذاریم بازی اجرا نمیکنه و فقط میتونیم آهنگش رو اجرا کنه و بعضی وقتا حتی ممکنه آهنگم اجرا نکنه. و میدید که الان دیسک کراش ماشینی گذاشتیم و اصلا آهنگش هم حتی اجرا نکرد و نمیتونیم حالا بگیم حتما آهنگش هم اجرا میکنه. و دیدین دیگه یکیشو این دامو گذاشتیم اجرا کرد، اینو گذاشتیم آهنگش رو اجرا نکرد. و این بود این ویدیو، امیدوارم لذت برده باشین. اینم از دیویدی پلیر پورتابلمون که تستشو انجام دادیم.